السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خسته نباشید استاد، الله از شما راضی باشد. آمین از شما. آمین. استاد از اولی دانشجویی تا آخرش فقط با پاره آمدنده خوانده آمدیم. همین چخیل میشد از روی همین دیپلم ما درآمد کنیم؟ از روی دیپلم اگر خواندگی باشد و دروغ نباشد، مثلا درس نخواندید و پاره کردی گذشته آمدید، شما مثلا طبیب جراح ممکن نه جراحت کنید چون هیچ شما نخواندید مثلا. لیکن اگر نحس خواندگی باشید و معلم ها با وجودی اینکه علاچی باشیدم پول نتید، اگر دو میماندگی باشند شما مجبور پول دادگی که شما خواندگی شما دانایو، لیکن تا پول نتید بهای بلند نمیداده باشد، بعد پول داده بهای بلند گرفته باشد، یعنی شما متخصص باشید، میتونید در همون ساحه اگر اون ساحه گناه نباشد کار کنید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من تطبب ولم یعلم عنه طب فهو ضامن. کسی که دعوای طبیبی کند و که از او علم طب دیده نشود، دانسته نشود، اون طبیب نباشد، یعنی نحس خواندگی نباشد، فهو ضامن، پس ضامن است. ضامن یعنی اگر یا اعضای جراحت کرد و اعضا بیکار شد، مثلا یک دندان اگر نادرست کند دندانتون بیکار کند 10 شتر دادنش کار. 10 شتر اگر می شتری قیمت گیریم $5000 است. یک شتری قیمت 10 شتر $50000 میشه، یعنی یک دندانتون $50000 است. یک دندان مثلا نادرست کندید، دکتر گفت که این دندان دیگه کار به کار نمیاد، گفت حالا که دندان بتون بود کمک CIA پیدا شد، CIA که باید میتراشین میپرتاف مثلا، لیکن خیلی نکرد و دندان بتون کند، یعنی یک عضوی شما کم کرد و در وقتی بعدی تفتیشات همون آدمی دکتر خطا برآمد، جنایتکار برآمد، فهو ضامن و ضامنی همون اعضا میشه. یا مثلا چکبر، استای چکبر ختنه کننده ختنه خطا کرد، عضوی مردانه بیکار کرد، این پلیس حقش تو رو میتید، دیگه کامل میتید، چون که آدم کشتی علکه اگرچه و زنده باشدم. فهمیدید؟ بنابراین یعنی به علم مثلا بعضی ها آزی کمک دستکی تعلیم میگیرن هیجامچی میشن، این هم نادرست است. بعضی برادر اینا هیجامچی نه، اینا قصاب میگفتن، یعنی نخونده. این من مثال آوردم علم طب، لیکن بنابراین علم طب در بسیاری دانشگاه ها زوشنه ندارد. برای چی؟ برای آنکه وی علمی که وی نمیشد آدم غایبانه خواند، و پرکتیک دارد و علمی عمل کردن با بدن آدم، یعنی طبیب ها با بدن آدم کار میکنند، ما با روح آدم کار میکنیم، ما طبیب روح هستیم اصلا، اونا طبیب بدن هستند. خب بنابراین یعنی این مسئله ها بار ما همراه یک دوستم ایشان قاری بودن، از به نماز بامداد به مسجد نبوی درس داشتیم، می رفتیم که همون آشیانه های بلند، مهمان خانه های بلند تعمیر کرده ایستادن، لیسه های راست کردگی بلند. اون برادر قاری گفتن که کاری اینها اپسنیه، گفتم درست کارش اپسنیه، که کاری ما اپسنی تر، خطرش بزرگتر، فتوای نادرست میتی به دوزخ میری، شریعت نمیرسانی به دوزخ میری، عمل نمیکنی به دوزخ میری، به مردم نرسانی از پشت میلیون ها آدم روز قیامت جواب میدی. اگر تو میرسانیدی ما امروز دوزخی نمیشدیم. میگم مردم آمده کاری ما گفتم مشقتش زیادتر و خطرش عوضنینتر است. بله برادر، اکنون دیده میشد اگر خوب خوانده باشید برای پاره دادگی هاتون گناه گرفتید و عمل کردید باید توبه میکنید، لیکن در همون تخصصتون کار کرده میتونید اگر علم دار باشید. اگر علم دار نباشید کار کردن به حق ندارید. این سواد در یک ساحه ممکنه. خوب استاد، خوب فهمیدم.